برای پدر و مادر شما چی توصیه میکنید که برای فرزندا اول کدام نمودی کتاب را خوانند تا که یک معلومات گیرند، یک آداب بگیرند و بعد کدام کتاب را برای جوانایی که الکی نسل نورس هستند به آنها توصیه میکنید؟ کن از نگاهی اگر شریعت باشد این بابی وسیع هست، از نگاهی عمومی علم ها باشد انسان علمی فایده‌ناک خواند باید. مثلا علم طب، علم الطب المحض علم نافع. بعضی علما میگن که علم طب هم علمی فایده‌ناک است، علمای فایده‌ناک خواند. و غیر از اینکه کتاب مثلا شروع کرد با از اون فایده ها را قید میکند، یعنی بیهوده نمیخواند همین خیر. و پیش از انتخاب کتاب باید به این مهنت کند که کدام کتاب را میخواند. خیلی نه که هر یک کتابی که از پیشش برآمد گیرد خواند. کتاب باید بعد یک اسلوبی از کتاب فایده گرفتن، این ملخص کردن کتاب یا مختصر کردن کتاب. مختصر همین لفظی که در همین کتاب است کو شما یگان کلمه یگان حرف اضافه نمیکنید، فقط قیچی میکنید، جاهای درکاری هاش میگیرید. این مختصر. ملخص کتاب خوانده برآمده اسلوبی سخنرانی خودتون که خلاصه کتاب می نویسید. این دو نمود، این هر کی نمیتونه دوم شه. یکمش آسان تر، همون عیناً جمله میگیرید، جمله های نادرکاریش نمیگیرید، مثلا کتاب مختصر میکنید، کوتاه‌تر میکنید. این الکی در ذهن شما بسیار میماند. این فایده ناک است.